بیننده های عزیز السلام علیکم. میدونم تمام شما جور سلامت بشین. در امروز برنامه شما رو خوش آمدید میگم. امروز بخوای که ریاکشن بریم روی یک ویدیو است که این ویدیو سیاحتی است از ولایت بامیان. لطفا این ویدیو تا آخر بیننده بشین. بسیار جایهای دیدنی و جایهای بسیار قشنگ بلده شما در این ویدیو تهیه شده. واو، چی کبابی! اینجا بامیان من است. طبیعت فوق العاده بکر، کوههای سر به فلک کشیده، یخچالهای طبیعی، یک نمای فوق العاده جاذبه گردشگری را به خود جا داده. چی یک آوازی بچه ها؟ دوستا آوازی یاد دارین؟ کسی که آوازی یاد داره در کامنت نوشته کن. دیگه هر کس که در بامیان، در ولایت بامیان اگر رفتن آوازی کردن نکردن هم میتونه در کامنت نوشته کنه. ماشاءالله. یکی بود الاکر یک دوم یکی بسیار من داشتیم، سوم هم گوش نشدیم، چهارم دیگه در تشویشم که راچ قسمند پنجم دیگه تو زنده بمونم نمونم. نه اوش مهم بسیار با اتفاق یک گروه دوستا کوگشتی دیگه بسیار یک هنری خاصه که هر کس هم نمیتونه و بسیار مفید هم است. بیننده گرامی، یعنی وطندارای ما که برای ایلاق من چلدقی و یزوم و اینا را دوباره تا میکنه در ایلاق. روزان خسته نباشید. خوبید؟ بخیر؟ تو خوبی؟ دوستا اگر ویدیوی کامل درخواستین در دیسکریپشن همزی چینل مست میتین شما سلگین و چینل من لطفا سابسکرایب کنین دیگه. فقط ویدیوها شما میگنین سابسکرایب نمونین و بسیار زیاد زحمت منم وقتی خود بلی عزیز صرف منم. لطفا همین ویدیو رو که سایل منین برای حمایت از من، برای که ما یکم حوصله افزایی شوم چینل لایک کن. تشکر. ماشاءالله. واقعا سراسر زیبایی هست. با جمعی از دوستا و رفیقا دیگه با این یک کباب خموز بخیری که تو میچسبه. بلند سر به فلک کشیده که بالای 5000 متر وجود داره. بسیار یک نمای فوق العاده جذاب تشکیل داده. دیگه ما توجه را جلب میکنه. این طبیعت است. واقعا طبیعت گردی، خستگی، ماندگی رفت میشه و یک حس و حال دیگه برای آدم میده. به هر حال ما قصه کردیم از جمع پس ماندیم. همراهی شما را خواهیم به این سفر ماجراجویانه. خوب منظوری که خسته ماندگیه کوه هست، یعنی مثل درا دشوار اما لذت داره. حالا ما همیشه از منفی بگیم باز شما بگیم خسته ماندشتی کجا رفتی. به هر حال یک طبیعتی همونطور جذاب است. کوههای رنگین، کوههای سر به فلک کشیده، برف و آفتاب تازه طلوع کرده. دیگه گاهی لازم است که آدم این تک سفرهای جالب تجربه بکنه در زندگیش و آنتن اینترنت اصلا خبر نیست. به هر حال ایره دیگه همکارای دیگه از ما دو پای مانده یعنی ما دیگه تقریبا نیم سال منتظر همین دو جوان ماندیم. خب به هر حال اینام کلیپ ملیت میگرفتن، ممکن خود طال میخوره دیگه. خسته نباشید. اینه بچه ها آمادگی کباب هم شروع شد. بخیر.
همین تو جای دیگه کباب دیگه میده خوب مزمونه، خوب مزمونه. نوش جان. اوه دامون چی تر شد. چی یک شرشر یا یک جای زیبا. یه مختخدنی گوشت. نافرده شد. علی جون روی سفر است. کجا بخیر مونه؟ قله شافالادی. قله شافالادی البته خود قله اون طرف است و همین جمع استاد نزدیک ادامه قله است. 5000 متر مال ارتفاع میساحه باشه. قله شافالادی 5800 چند متر است ارتفاعش. اما ما شما در حدود 5000 متری آمدیم بالا. اما خاطر بچه‌ها در وسط ایران با کمبود اکسیژن مواجه میشن. این دوستا باز نگید که برنامه کباب شروع نشده. معرف ویدیو بسیار کیف نه. شما چی؟ اگر کیف نه دیگه کمی نوشته کن. پکا کو پکا. آه چی مرجایی، چی تماترایی. چی آبی، آبی زمزم زمزم. کبابی طبیعی در کوه پایه های بابا. کباب طبیعی در کوپایه های بابا. واقعا جای لذت بخش، جای انجویبل است دیگه. نوش جان جمعتان جمع باد. یعنی جوان قرار آوازی بنده. آم بخیر جوش کرد. وای چای در گلاسای نکلی مخورم. وطن دیگه وطن. اینال دیگه گلاسام نیه خوب دیست قومه. خب دوستا تشکر از که ویدیو رو بیننده بودین. تا یک ویدیو دیگر خداحافظ. وقت خوش.